وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، اهل مدینه روزی عاشورا روزه می گرفتند، روزی 10 محرم، و اونجا یهودا زندگی میکردند. یهودانی مدینه بودند. اونا با امیدی اینکه فرزندان آنها پیغمبر شود گفته آمده نامهاش محمد مانده، منتظری بر آمدن محمد بودند که ناگاه پیغمبر آخر الزمان نه از یهودها بلکه از عربها برآمد. اصلا از زمان حضرت اسحاق پسر ابراهیم تا زمان عیسی علیه السلام همه پیغمبرها از فرزندان اسحاق بود. بنابراین آنها امید داشتن که این پیغمبری آخر الزمان هم از نسل آنها میشد، یهودی میشد، و با همین امید به مدینه کوچ بسته بودن. در مدینه چند قبیله های یهودی ها آمده بودن، از جمله بنی قریظه. اینا از علم با خبر بودن، یعنی یهودها. الله تعالی حتی در قرآن که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنها حضرت محمد را میشناسن چه خیلی که پسرهای خود را میشناسن. چه خیلی میشناسن، از وصفش در کتاباشون ذکر شده است. یکی از وصفهای پیامبر صلی الله علیه و آله از جای خرمزار میبراید. یعنی از جای خرمزار پیغمبر میشد؟ نه، ظهور میکنه، نامش به عالم میبراید. در مکه نامشون اون اطراف ها میدونید خلاص، لیکن وقتی مدینه آمدند بعد نامشون به تمام دنیا اعلان شد، از همونجا پهن شد نامشون. بنابراین آنها آمده در مدینه زندگی میکردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، آنها رو در حالتی روزه یافتند، روزی عاشورا. گفتن که این چی روزی که شما روزه میدارید؟ گفتن که امروز روزی که الله تعالی موسی رو نجات داد و فرعون رو غرق کرد. فرعون سالهای دراز اسرائیلی ها رو عذاب میداد. فرعون مصری، اسرائیلی ها یعنی از کنعان، از اسرائیلی حاضره، فلسطین، همین جاها، اینا رو عذاب میداد و بالاخره الله تعالی او را غرق کرد و پیروانش هم غرق شد. اینا نجات یافتن در روز عاشورا. فصامه موسی شکرا، موسی برای شکرانه همین نعمت الله تعالی روزه می داشت. و نحن نصومه، ما به همین خاطر همچون پیروی به موسی روزه می داریم، گفتند یهودا. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نحن احق بموسی منکم، ما به موسی از شما دیده نزدیکتر هستیم. گفتند و روزه داشتن، خودشون هم روزه داشتن، صحابه ها رو هم امر کردن که روزه دارن و ثواب هم اعلام کردن که کسی یک روز عاشورا روزه دارد یعنی 1 سال گناهش بخشیده میشد. لیکن سال 9 هجری بود، پیش از وفاتشون 1 سال پیش، گفتن که لئن عشت لاصومن التاسع، اگر سال آینده زنده باشم روزی 9 هم روزه میدارم. مخالفتا لاهل الکتاب، همچون مخالفت به اهل کتاب، چون که یهود روزه میداشت روزی 10، نصرانی های هم روزه میداشت همچون پیروی به یهود، حتی مشرکای عرب هم روزه میداشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم سال آینده زنده باشم روزی 9 هم روزه میدارم، همچون مخالفت به اهل کتاب، یعنی اونها که حتی در عبادت هم موافقت نکنیم. بله، در عبادتی که شریعتی آنها هم اقرار کرده است، شریعتی ما هم اقرار کرده است، حتی در همین عبادت هم مثل آنها نباشیم. بنابراین روزی 9 و 10 داریتان گفتن. خب اگر چنین باشد داملا، چرا مردم این لحظه ها میگویند که چرا این داملا و دیگر داملا ها میبروند و ما را از جشن گرفتن یگان عید منع میکنند؟ خب آن دلیلی که خودی حاضر شما آوردید، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی روزه عاشورا را داشتند گفتند که باز یک روزی دیگر روزه گیرید، یا پیش از یا بعد از مانند نشوید. چرا سال نو را در روزی که مشرکان جشن میگیرند جشن گیرند و باز یک روزی دیگری علاوه کنند، یا اینکه یک روز پیش دیگر هم جشن گیرند، یعنی مثل آنها جشن نگیرند بلکه به طوری که خودشان میخواند؟ آیا همین اجازت است؟ یعنی که شما میگویید که عیناً همون روز نیو دیگر روز. بله. اصلا ما عیدها را با امر الله تعالی عید میکنیم. عیدها همش دینی هست. بله. خواهید نخواهید، بعضی ها میگن که نه این عید به دین دخل ندارد، گفته فریب میتین خودشون یا مردمه، لیکن تمام عیدها رو از نظر گذارونید جنبه دینی دارد. مثلا من نام این جشن میلادی که
میلاد حضرت عیسی. حضرت عیسی علیه السلام نه در شب 24 دکبر تولد شدن، نه در شب 25 دکبر، نه در 31 دکبر، نه در 1 ینور. این همش ساخته هست. اینا اصلاش رومی ها بت پرستا بودن. اینا روز 1 ینور روز آفتاب بود. وقتی که نصرانی ها زیاد شدند و صاحب قدرت شدند، لیکن مشرک ها هم حال قوت داشتند، یعنی نام عید را جشن میلاد موندن، لیکن روزش روزی مشرک ها. یعنی عیدی که اونها هر سال عیدی که بزرگشان همین 1 ینور بود. همین عید باقی ماند. عیدی که یعنی رومی ها پیش از آمدن مسیح داشتن. 46 سال پیش میگن بعضی مورخا. حالا عیسی علیه السلام به دنیا آمده، اینا جشن داشتن روز 1 ینور. این حساب و کتاب تقریبا بعد 400 سال کردند. بنابراین این دقیق نیست. سال 2026 که به نزدیکی می درآید، این دقیق نیست، عمیق نیست، چون که در یگان حتی در انجیل ها تولد عیسی نآمده است، با فکت و رقم نآمده است.